خب دوستان فکر می‌کنم که حالا ما شروع بکنیم تا یواش یواش دوستان دیگه هم جوین بشن. توی این جلسه من فصل 5 رو کامل تموم نمی کنم، به این جهت که حالا مواردی که توی بحث جلسه بود رو، بحث کتاب مطرح شده بود رو من یه مقدار بستش دادم و اینها، و به همین خاطر یه مقدار مباحث طولانی تر شد و یه بخش هایی از این فصل هم مثل حالا سری گذشته باقی میمونه که من حالا براتون جلسه آینده پرزنت خواهم کرد. خب بریم سراغ موضوع. توی فصل 5 موضوعش در مورد رقبا، شرکت خودمون و حالا میشه گفت مکمل ها یا حالا تکمیل کننده ها و اینها و حالا کمک کننده ها هستش. توی بحث حالا رقابت، موضوعی که خیلی مهم هست برای مارکتینگ و یکی از وظایف مهمی که داره اینه که ما باید بتونیم که رقبای خودمون رو درست شناسایی بکنیم و اینکه موقعی که اونا رو درست شناسایی کردیم بتونیم بفهمیم که چطور باید توی رقابت با اونها پیروز بشیم. این کلا بیزنس کردن خیلی شبیه جنگیدنه، یعنی شما حالا هر رقابتی که وجود داشته باشین باید بتونین که اون فضا رو به نحوی به سمت خودتون تغییر بدین که شما یه برتری نسبت به بقیه پیدا بکنین. اینه که حالا بحث اون بینش رقبا که موضوع صحبت این فصل هستش، موضوعش اینه که ما اولا بتونیم که رقبا اون رو تشخیص بدیم کیا هستن. بعد از اینکه تونستیم تشخیص بدیم رقبا کیا هستن، بتونیم نقاط قوت و ضعفشون رو تشخیص بدیم و بتونیم آپشن های استراتژیکی که اونا دارن رو بررسی بکنیم که حالا این جلسه تا پایان همین بخشش هست و بتونیم اکشن هایی که اونا دارن رو پیش بینی بکنیم که اونا احتمالاً در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت چه فعالیت هایی رو انجام خواهند داد و در نهایت بتونیم به نحوی رفتار اونها رو مدیریت بکنیم. یعنی نه تنها بر اساس حالا کارهایی که رقبا انجام میدن یه رفتار ریاکتیو داشته باشیم، بلکه بتونیم یک فعالیتی داشته باشیم که در حقیقت حالا میشه گفتش که خودمون یه ایمپکتی رو داشته باشیم و پرواکتیو بتونیم تاثیرگذار باشیم توی فضای رقابت. خب حالا کلا یه بحثی در مورد ساختار رقابت موقعی که میخوایم شناسایی بکنیم رقبای ما کی هستن وجود داره که توی کتاب حالا به این صورت بهش پرداخته شده و حالا توی بحث مارکت و کاستومر هم اگر که یادتون باشه ما راجعش یه صحبتایی کرده بودیم که رقبای ما یا به صورت مستقیم هستن و رقبای فعلی که خب اون همون نوع رقابتی هستش که اصطلاحاً استاتوس کوو بهش میگن یا شرایط موجود، که این رقبایی هستن که به هر حال الان خیلی ساده قابل شناسایی هستن، محصولاتی رو که دارن، ارزشایی که به مشتری‌ها ارائه میدن، تکنولوژی‌ها و بیزنس مدلی که دارن و همه این شرایطشون با ما یکسانه. مثلا اگر که 2 تا شرکت نرم کننده لباس دارن تولید میکنن برای استفاده در حالا ماشین لباسشویی، اینا خب هر دوتاشون رقیب مستقیم و رقیب فعلی همدیگه حساب میشن. بعضی موقع هست که ما
رقبامون حالت B رو الان میخوام توضیح بدم. اولش حالت A بود توی این نموداری که میبینید. حالت B اینجوریه که ما در حال حاضر یک سری رقبایی هم داریم که رقیب مستقیم ما نیستن. من مثلا همیشه توی حالا مثالی که توی گردشگری میزدم میگفتم که شب عید که مردم میخوان برن سفر، ما یکی از رقبامون میشه گفتش که حالا فروشنده های مبل و لوازم خونگی و نمیدونم مثلا چیزهای دیگه ای هستن، لباس و اینان، که افراد باید تصمیم بگیرن شب عید مثلا لباس بخرن یا برن مسافرت، مثلا مبلاشون رو عوض کنن یا برن مسافرت. یعنی لزوما اون رقابت ما توی اون محصولی که هستش نبودش. ببین این ارزشی که حالا ارائه میشه ارزش یکسانیه که خب اینجا همون در حقیقت حالا برای نوروز میشه گفتش که حالا نونوار کردن یا تجربه جدید ایجاد کردن همراه با سال نو. بعد از اون طرف خب چون باجت خانواده محدود هستش، همه این امکانات رو، همه این ارزش ها رو با هم نمیشه ایجاد کرد و حالا اون اتفاقی که میفته اینه که یه محصولی که اصلا ممکنه هیچ ربطی هم به محصولی که ما تولید میکنیم نداشته باشه، وارد یه رقابتی بشه برای ما. مثلا فرض کنین اگر که چون حالا مثلا توی سیگار اگر که فرض بکنیم مثلا برندهای مختلف سیگار، خب کمپانی‌ها با هم در رقابت هستن، ولی یه ذره بزرگتر هم اگر که در نظر بگیرین، شاید مثلا بشه گفتش که سیگارهای الکترونیکی مثلا چسبای نیکوتین یا آدامسای نیکوتین یا موارد مشابه جزء رقبای حالا سیگار محاسب در نظر گرفته میشن. یه حالت دیگه ای هست که امروز ما یک شرکتی رقیبمون نیست، ولی ممکنه بعداً تبدیل به رقیب مستقیم ما بشه. مثلا توی کتاب حالا چند نمونهشو گفته که یه زمانی ممکنه که شما یه تامین کننده ای دارید که برای شما حالا بیشتر جنستون رو داره تامین میکنه، بعد یهو تصمیم میگیره که خودش هم وارد صنعتی که شما دارید فعالیت کنید بشه. فرض کنید که حالا برای مثالش رو اگر که بخوام بزنم، تا یه زمانی شاید مثلا یه شرکتی شما اگر که یه مبل سازی داشتید ازش چوب و حالا چرم و پارچه و اینا تهیه میکردید، بعد یه خودمون شخصی آینده یهو ممکنه این تهدید وجود داره که خودش هم یه مبل سازی بزنه و این مستقیما میاد تبدیل به رقیب شما میشه. این یه مدل دیگه ای هست از حالا رقابتی که باید در نظر گرفته بشه که چه تهدیدهایی وجود داره برای ما که در آینده ممکنه به وقوع بپیونده. و یه نوع حالا رقابت دیگه ای هم وجود داره که کلاً الان نیستش و اینکه مستقیم هم رقیب محسوب نمیشه. یه مثال خیلی خوبی اگه بخوام بزنم تو این زمینه، سالها پیش یه وبسایتی بود، البته الانم فکر می‌کنم حالا یه فعالیتی داشته باشه ولی خیلی جلوش گرفته شد، به نام کاوچ سرفینگ، که این میومد چی کار میکرد؟ یه وبسایتی بود که آدم‌ها رو به هم وصل میکرد و شما میومدی میگفتین من توی مثلا شهر تهران زندگی میکنم و خونه دارم، یه اتاق اضافه دارم، هر مسافری از هر جای دنیا که بخواد بیاد من میتونم این اتاق اضافه‌مو رو در اختیار اون فرد قرار بدم و حالا ولیویی که ایجاد میکرد برای مسافرهایی که میرفتن شهرهای دیگه، خب این بود که میتونستن برن تجربه
زندگی کردن در کنار یه فرد دیگر رو حالا به مدت چند روز کوتاه یاد بگیرن، به جای که مثلا یه تور لیدر بخوان بگیرن برای اینکه جای مختلف رو بهشون نشون بده، میتونستن از اون فردی که محلی و بومی هستش توی اونجا کمک بگیرن و خب براشون هزینه خیلی کمتری هم داشت، یا در حقیقت اصلا میشه گفتش که هزینه‌ای نداشتش. این اومد و تبدیل شد به رقیب بزرگی برای شرکت‌های مسافرتی. هتل‌ها، تورها، آژانس‌ها دیدن که خب مسافرای خیلی زیادی دارن میان و دیگه از اون حالا روش قبلی درآمدزایی که داشتن یه بخشی از مسافراشون رو کلن از دست دادن. خب یه مثلا شرکت گردشگری یا یه هتل شاید هیچ وقت نتونه تصور بکنه که من مثلا در آینده یه وبسایتی میاد، بعد به جای که مردم بیان از هتل‌های من استفاده بکنن میرن مثلا خونه مردم دیگه اقامت میکنن. حالا اون وبسایت که به اون صورت بود، حالا بعدن حتی بعدها چند سال بعد از اونم یه دیسراپشن دیگه هم اتفاق افتاد که ایربی‌ان‌بی بود که حالا این دفعه مردم خونه دیگران میرن ولی پولش هم دارن پرداخت میکنن. خب اینها تبدیل شدن به رقبای خیلی بزرگی برای اقامتگاه و هتل ها. حتی حالا گفتم اقامتگاه، مثلا اقامتگاه‌های بومگردی و اینها همین الان توی ایران خودمون خیلی جای هتل ها رو دارن میگیرن و مثلا رقیب بزرگی برای هتل ها شدن. این میشد یه نوع رقابتی که حالا در گذشته وجود نداشته و نمیتونستن شاید پیش بینیش بکنن. توی کتاب در مورد اینکه چطور میشه یه چنین چیزهایی رو پیش بینی کرد خیلی صحبتی نشده، ولی من تصمیم گرفتم که چند راه رو به شما بگم. ببینید، ما اگر که کلا بخوایم حالا توی هر صنعتی که هستیم بررسی بکنیم که آینده اون صنعت داره به کجا میره، خب راه‌های خیلی مختلفی داریم و صنایع مختلف هم با همدیگه فرق میکنن، ولی به صورت کلی حالا برای اینکه شما بدونین که چه چیزهایی رو باید ازش سرنخ بگیرید، برای اینکه بدونید اصلا مسیر آینده به چه سمتی هستش، چند تا کار مختلف میتونید انجام بدید. یکیش خب بررسی حالا وبسایت ها و مراجعی هستش که اینا کلا راجع به موارد مربوط به نوآوری و حالا شرکت هایی که تازه سرمایه جذب کردن و اینها صحبت میکنه، که توی این مورد یه وبسایتی هست به نام تک کرانچ که این وبسایت حالا مشابه های زیادی هم داره. البته خب سایت های مختلف بین‌المللی هستن که راجع به تکنولوژی ها صحبت میکنن. توی این وبسایت مثلا شما میتونید برید و خیلی وبسایت های دیگه هر روز اخبار رو بخونید تا بتونید مطلع بشید. یه وبسایت دیگه هست به نام کرانچ بیس. توی این وبسایت شما میتونید برید و ببینید که هر سال چه سرمایه‌گذاری‌هایی روی چه استارتاپ‌هایی انجام شده و مبلغ‌های اون سرمایه‌گذاری‌ها چقدر بوده، که به شما یه نشونی میده که الان مثلا چه چیزی رو سرمایه‌گذارا تمایل بیشتری دارن روش سرمایه‌گذاری کنن. یه موضوع دیگه که حالا مهم هستش، من البته یه غلط املایی هم اینجا دارم، الان نگاه کردم متوجه شدم. World Economic Forum هستش که یعنی مجمع جهانی اقتصاد، که خب مجمع جهانی اقتصاد یا همین کنفرانس داووس که معروف هستش، هر سال بسیاری از سران کشورهای جهان، سران تکنولوژی و حالا کمپانی‌های بزرگ دنیا، حالا لزوما تکنولوژی هم نه، همه حالا شرکت‌های مهم و افراد حالا میشه گفت دانشمند و حالا اقتصاددان و اینها دور هم جمع میشن و
اونجا شروع میکنن به بحث و گفتگو در مورد مسائلی که در سال آینده در جهان حائز اهمیت خواهد بود. مثلا همین داووسی که برگزار شد، یکی از مهمترین مواردی که داشت صحبت راجع به AI بود و حالا دستاوردهایی که توی AI انجام شده و اینکه به چه سمت و سوی خواهد رفت و شرکت ها باید چی کار بکنن. این خب میتونه به شما سرنخ خوبی در مورد آینده بده. خب روش های دیگه هم هست، مثلا شما در مورد یه موضوع خاصی اگر که توی گوگل ترندز بیاید بررسی بکنین، حالا این البته برای خیلی مقاطع کوتاه مدته، مثلا به شما راجع یه موضوعی وقتی که سرچ میکنین بهتون میگه که در حال حاضر مردم چه موارد مرتبطی رو دارن با این موضوع سرچ میکنن و خب این به شما میتونه سرنخ خوبی بده که مثلا الان امروز چه نوآوری هایی داره توی این زمینه انجام میشه. خب میتونید طبیعتا از چت جی پی تی هم بپرسید، شروع کنید باهاش صحبت کردن، یا حالا ابزارهای دیگه، حالا این دیپ سیک جدیدن خب خیلی مطرح شده، اونم مثلا هست، یا حالا ابزارهای دیگه‌ای مثل کوپایلوت و اینا، باشون چت بکنین، از اونا بپرسین، مثلا بگین که الان جدیدترین ترند ها چیه توی مثلا یه صنعت، اگر که ما بخوایم توی یه صنعتی فعالیت بکنیم بهترینه که به کدوم سمت و سو بریم. اونا چون اطلاعات رو از کل دنیا جمع کردن و بعضیاشون آپدیت هم هست دیتاشون، خیلی راحت میتونن که راجبش به شما راهنمایی بدن. یه سری شبکه‌های اجتماعی هم هست مثل حالا تیک تاک، دیسکورد، ردیت، حالا موارد دیگه‌ای هم داره. اینا شبکه‌های اجتماعی هستن که اگه یادتون باشه ما راجع به توی حالا بحث مشتری‌ها و اون چرخه عمر محصول که صحبت می‌کردیم، گفتیم یه سری از مشتری‌ها اینوویتور هستن. اونا معمولا توی این شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارن و مواردی رو راجع به حالا چیزهای جدیدی که داره توی بازار میاد تست میکنن و حالا محتوا راجعش تولید میکنن و صحبت میکنن. معمولا توی این جاها شما یه سرنخی میتونید بگیرید از یه سری محصولاتی که اینها احتمالاً آینده خوبی دارن، حالا چه توی کوتاه مدت چه توی بلند مدت. مثال بخوام براتون بزنم، دیسکورد جایی بود که خب خیلی از حالا اون مبادلات مربوط به رمزارزها و اینا از اونجا شروع شد و توی اونجا بحث NFT و اینها داغ شد. یا ردیت برای مثال یکی از مهمترین بیزنس هایی که توش خیلی تونست پا بگیره یه نرم افزار مالی بود به نام رابین هود که به خاطر استقبال کلا یوزرهای ردیت از حالا سهام شرکت های مختلفی مثل گیم اسپات و اینا بود که یهو شروع شد به ترند شدن. یا مثلا خود بحث چیز که اومد، مثلا حالا سرویس های جدیدی مثل خود کلاب هاوس و اینا که اومدن، اول توی حالا توییتر و اینها ترند شدن و بعد تونستن که بیان بالا. یه موضوع دیگه هم که هست، شما راجع به اون فعالیتی که میخواید انجام بدید، یکی از کارهای خوبی که میتونید بکنید برای اینکه بفهمید چه ترندهایی احتمالاً در آینده وجود خواهند داشت اینه که مقالات علمی راجعش بخونید. من خودم خاطرم هستش که ما توی بحث دیتا ساینس که حالا میخواستیم تحلیل های مختلفی رو انجام بدیم، تقریبا مجبور بودیم که برای هر حالا کار جدیدی که میخوایم انجام بدیم 10 تا 20 تا مقاله رو مرور بکنیم برای اینکه بتونیم بفهمیم الان آخرین ترند چی هست و چه روشی درسته و اینها. و حالا من اینجا نوشتم مثلا جایزه‌های نوبل که خب این توی سالهای اخیر برای صنعت خیلی اهمیت پیدا کرده، از این جهت که خب
هوش مصنوعی گوگل مثلا در سال گذشته برنده جایزه نوبل شد به خاطر اون حالا محاسباتی که روی پروتئین ها میتونست انجام بده و کمک هایی که تو انجام داده بود. یعنی مجامع علمی در سطح دنیا فاصله شون خیلی از حالا دنیای اقتصادی و فضای اونجوری نیستش. و یه نکته دیگه یا حالا روی اپلیکیشن ها خیلی به دردتون میخوره، هر اون چیزی که اول روی آیفون فقط ریلیزش میکنن اونم احتمالاً یکی از چیزهای خواهد بود که نشون دهنده حالا یه مسیری برای آینده است. دلیلش اینه که حالا مثل کاربرای اون شبکه‌های اجتماعی که مثال زدم، کاربرای آیفون هم بیشتر غالباً جزء اون اینوویتورها هستن و جزء اون ارلی اداپترها هستن. اگر که یه حالا شرکتی یا تصمیم میگیره یه محصولی رو اول فقط برای آیفون لانچ بکنه، به این معنیه که میخواد این رو تست بکنه ببینه که آیا توی مارکت پذیرش اون وجود داره یا نه. خیلی از اپلیکیشن های معروف دنیا مثل اون کلاب هاوس و خود اینستاگرام و اینها این ویژگی رو داشتن، اول روی آیفون ریلیز شدن و بعد یواش یواش روی پلتفرم های دیگه هم اویلیبل شدن. اینجوری حالا راه های دیگه هم هست. طبیعتا مثلا شما میتونید خرید و فروش سهام یه شرکت رو بررسی بکنید، یا مثلا حالا اخباری که در مورد حالا فعالیت‌های جدیدی که شرکت‌ها دارن یا شبکه‌های اجتماعی مدیران اون شرکت‌ها، اینا میتونه خیلی کمک بکنه بهتون در موردی که حدس بتونید بزنید توی دنیای رقابت داره چه اتفاقی برای آینده میفته. خب طبیعتا راه‌های دیگه‌ای هم هست ولی نیاز به خلاقیت شما داره. یه بحث دیگه‌ای هست، من فکر کنم که دوستان دیگه صدامو دارن، حالا اگر که دارین یه تاییدی به من بدید، چون یکی از دوستان گفته که صدا رو نداره. خب اوکی، صدا من مثل که اوکی هستش. توی حالا کتاب یه موضوعی رو راجع به اون داینامیک های رقابت یا حالا تحرکات رقابت اینجا صحبت کرده که اومده گفته که کلا رقبا ممکنه که حالا توی هر استیجی که هستن اولا که ممکنه از رقابت خارج بشن که حالا میبینید 4 تا فلش به سمت بیرون از هر 4 حالت رقابت قرار داده شده که خب این حالا رقبایی که خارج میشن از رقابت مثلا یه کسب و کاری میمونه که یه لاین بیزنسش رو تعطیل میکنه. برای مثال فرض کنید که چند سال پیش حالا اسنپ، گروه اسنپ با میلو داشت با دیجیکالا رقابت میکرد. بعد از یه مدتی رقابت مستقیم هم داشتن، محصولاتشون هم مشابه بود و بعد از یه مدتی تصمیم گرفت که کلاً با میلو رو حذف بکنه. حالا الان مثلا در حال حاضر رقابتی که داره اسنپ با دیجیکالا یه رقابت غیر مستقیمه. یه سرویسی حالا به نام اسنپ پی وجود داره که در اصل حالا خدمات فروشگاهی و اینها داره ارائه میده و محصولات فروشگاهی داره میفروشه، ولی بیزنس مدلش متفاوته به این صورته که تمام حالا اون محصولاتی که فروخته میشه بر پایه وامی هستش که مشترکان میتونن دریافت بکنن. ولی خب به هر حال سهمی که از گرفته میشه توی ای کامرس، توی فروش، خب داره از مثلا دیجیکالا و بیزنس های مشابه هم سهم میگیره که خب اینجا حالا یه حالت دیگه ای هم هست. مثلا اگر که این دوتا پشت هم اتفاق افتاده بودن یا با میلو اگر بیزنس مدلش رو عوض میکرد، میتونستیم بگیم رقابت رو از حالت مستقیم یا دایرکت به حالت غیر مستقیم انتقال داده. حالات دیگه ای هم هستن که خب رقبا از رقیب
احتمالی یا رقیب بالقوه تبدیل به بالفعل میشن و تبدیل به رقیب فعلی میشن، حالا چه توی محصولات، چه توی حالا رقابت مستقیم چه غیر مستقیم. خب یه روزی شاید یه سری محصولاتی که می اومدن توی بازار قرار نبود که جایگزین یه سری محصولات دیگه بشن، ولی به مرور به بازارهای اونا هم حمله کردن و سعی کردن که اون بازارها رو هم تصاحب بکنن. مثلا فرض کنید که یه شرکتی اول مثل حالا اپل اول کامپیوتر تولید میکرده و ناگهان مثلا وارد بازار تلفن‌های همراه شده و حالا تبدیل شده به رقیبی برای نوکیا و اریکسون و اینها. یا خود سونی که با خریدن کمپانی اریکسون مثلا خودش بحث گوشی‌ها و اینها خرید، که نه البته یه جوینت ونچری بودشون، البته بعدش خرید اون بخش گوشی‌ها رو، که اونا مثلا به این صورت وارد رقابت شدن. توی حالا میگم صنعت تلفن‌های همراه این اتفاق خیلی افتاده که شرکت‌های تلکامی مثلا خودشون هم وارد بحث فروش گوشی تلفن همراه شدن، مثل شرکت هواوی، که اینا خب رقیب تبدیل شدن به رقیب مستقیم کسب و کارهایی که تو اونجا وجود داشتن. پس رقبا میتونن همیشه جایگاهشون رو عوض بکنن و لزوما جایگاه ثابتی ندارن. حالا بعضی موقع هست که خود شرکت تبدیل به رقیب میشه. چجوری؟ مثلا مثالی که خود کتاب زده کمپانی پراکتر اند گمبل هست یا P&G، که P&G خب محصولات خیلی زیادی داره، مثلا اورال بی جزء محصولاتش هست، خیلی از حالا محصولات شوینده و بهداشتی جزء محصولاتی هست که P&G تولید میکنه و اینها بعضی موقع فکر کنم تاید هم مثلا جزء محصولات P&Gه. اینا میان بعضی موقع توی یک محصول دو سه تا برند مختلف ایجاد میکنن که توی این برندهای مختلف یه رقابتی رو میان بین این برندها قرار میدن. مثلا از یه نوع شوینده یا یه نوع شامپو، مثلا شامپوهای هد اند شولدر هم مال P&G هستش، مثلا شامپوهای دیگه ای هم داره این برند، دو سه مدل شامپو تولید میکنه. هدفش اینه که هم بتونه سهم بازار بیشتری بگیره برای اینکه مشتری‌ها فکر میکنن اینا دو تا محصول متفاوته، و یه هدف دیگه هم اینه که یه رقابت داخلی ایجاد بکنه که این رقابت داخلی باعث بشه که محصولات با کیفیت بالاتر و بهتری باشن و در رقابت با هم قرار بگیرن. بعضی موقع هم به صورت اتفاقی این موضوع پیش میاد. مثلا ممکنه که توی یه شرکتی دو تا بخش مختلف، مثلا فرض کنید توی دو محدوده جغرافیایی مختلف همزمان روی یه محصولی کار بشه و اینا تبدیل بشن به رقبای همدیگه، که به صورت اتفاقی پیش میاد، ولی شرایطی که حالا کمپانی ادامه میده میتونه اینها رو کنار هم نگه داره یا یکیشون رو نگه داره یا هر دوتاشون رو یکی بکنه. توی حالا بحث رقبا، ما بعد از رقبا برای اینکه بتونیم توصیفشون بکنیم، بعد از اینکه اینها رو شناسایی کردیم بتونیم اطلاعات جمع‌آوری بکنیم. این اطلاعاتی که میخوایم ازشون جمع‌آوری بکنیم باید یا در سطح حالا کل شرکت هاشون باشه یا در سطح بیزنس یونیت هاشون باشه، در سطح حالا بخش های مختلفی که دارن، یا در سطح بازاری که توش فعالیت میکنن، بخشی از اون بازار، یا حتی در سطح یک محصول. من یه مثالی براتون میخوام بزنم. ما موقعی که میخوایم بیایم
به فرض حالا گروه صنعتی گلرنگ رو تحلیل بکنیم، میتونیم بگیم که خب اولا گروه صنعتی گلرنگی وجود داره که مثلا متشکل از بیش از حالا فکر می‌کنم که 300 تا شرکت اگه اشتباه نکنم و اینا توی صنایع مختلفی فعالن، حالا چه مثلا توی FMCG مواد خوراکی، چه غیر خوراکی، چه توی بحث پتروشیمی و نفت و گاز، چه توی حمل و نقل، چه توی بحث‌های مالی و سرمایه‌گذاری و فکر کنم بخشایی که داره حالا همینا هستش اگر که اشتباه نکنم. بعد مثلا توی هر بخشی که وارد میشیم میگیم که اوکی یه بیزنس یونیتی رو ما در نظر میگیریم، مثلا میگیم که توی بخش حمل و نقلش فقط ما میخوایم یه تحلیلی رو انجام بدیم. بعد میریم توی حالا بحث حمل و نقل، مثلا میگیم حمل و نقل های مسافر، بعد مثلا توی حمل و نقل مسافر میتونیم بگیم مثلا توی حالا تپسی، بعد توی تپسی مثلا روی اپلیکیشن تپسی مثلا میان یه تحلیلی رو انجام میدیم. همینجوری میشه هی مرحله به مرحله اومد پایین تر و تحلیل ها رو ریز و جزئی تر کرد. این به این معنی نیست که ما مثلا فقط یه بخشی رو انتخاب میکنیم، بعضی اوقات اینجوریه که ما فقط یک بخش رو انتخاب میکنیم، بعضی موقع اینجوری هست که ما کل رو انتخاب میکنیم و یک بخش هایی از زیر مجموعه اون رو که مرتبط هست با فعالیت های رقابتی ما انتخاب میکنیم. مثلا اگر که یه شرکتی بیاد بگه که من میخوام حالا توی بحث تولید شامپو یا محصولات اصلا آرایشی بهداشتی، مثلا فرض کنید یه شرکتی مثل پارس هیان اگر بخواد بیاد بگه که من میخوام آرایشی بهداشتی رو مقایسه بکنم، خب اون زیر مجموعه‌های گلرنگ که مربوط به تولید محصولات آرایشی و بهداشتی هستن خودشون مرتبط هستن با اون گروه صنعتی که حالا توی محصولات پتروشیمی و پالایشی هم قرار میگیره. یعنی اگر که مثلا تحلیلی به وجود بیاد بدون اینکه در نظر گرفته بشه که گروه گلرنگ خودش تولید کننده یه سری مواد اولیه هم هستش، این تحلیل ناقصه و ممکنه که حالا اینسایت درستی از فضای رقابت نده. حالا کلیت بحث اصلا این که ما اطلاعات رو چجوری گردآوری بکنیم توی کتاب حداقل توی این بخش نیومده، ولی من تصمیم گرفتم که کلا بحث مارکتینگ ریسرچ رو اینجا یه حالا مروری روش بکنم و این جزء حالا اون بخشایی که اطلاعاتی راجعش نیست و خودتون اگر که حالا بیشتر علاقه‌مند بودین اصلا برای مارکت ریسرچ کلا یه سری کتاب‌های رفرنس هست که میتونید برید اونا رو نگاه بکنید که روش‌های اجرایی هم گفته. خب ما روش‌های حالا مستقیم و غیر مستقیم، یعنی تحقیقات دست اول و دست دوم داریم، پرایمری و سکندری، و حالا البته یه دست سوم هم حالا بعضی موقع بهش اضافه میشن که من اینجا آوردم که اطلاعات حالا به دست آوردنش رو توضیح میدم به چه صورته. بحث اطلاعات دست اول یعنی که ما یک تحقیقاتی رو بر اساس نیاز خودمون طراحی میکنیم که اینها به دو بخش کمی و کیفی تبدیل میشن. حالا اونایی که توی دانشگاه اگر که یادتون باشه مثلا روش‌های تحقیق که میخوندین، این روش‌های تحقیق ارتباط پیدا میکنه با حالا این چیزی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم. توی بحث حالا تحقیقات کمی ما یا کوانتیتیتیو ما میتونیم روش‌های مختلفی رو مثال بزنیم. یکی بحث آزمایش ها هستن که حالا ما یا یه سری آزمایش ها رو توی حالا به صورت تحقیقات میدانی انجام میدیم یا یه سری آزمایش ها رو توی آزمایشگاه واقعا انجام میدیم. مثلا میخوایم بیایم ببینیم که تاثیر فلان دارو چجوری هستش و ما برای اینکه تاثیر دارو رو بخوایم بررسی بکنیم
میایم حالا یه سری کارهای آزمایشگاهی انجام میدیم، یه سری کارهای حالا توی مثلا حالا بیمارانی که خارج از فضای آزمایشگاهی هستن، یا اینکه میریم یه سری مشاهدات و تحقیقاتی رو توی فضای حالا جامعه انجام میدیم. یه مدل دیگه هست، حالا بحث تحقیقات مشاهده‌ای هستش. ما یه سری حالا شاخص‌هایی رو در نظر میگیریم، بعد میریم توی سطح جامعه این شاخص‌ها رو بدون اینکه پرسش و پاسخی انجام بدیم خودمون مشاهده میکنیم. مثلا میریم توی یک فروشگاهی، مثلا یه سوپرمارکت رو تصور بکنین، هر روز میریم تعداد محصولات مختلفی که توی قفسه هستن رو میشمریم، که این به ما میتونه نشون بده که خب کلن حالا اون محصولاتی که توی قفسه هستن کدوماشون بیشتر فروش میره، کدوماشون کمتر فروش میره. بعد اینا رو بر اساس تحلیل‌های آماری میتونیم تحلیل کنیم. یه روش دیگه روش پرسشنامه هست که حالا البته میبینید که یه ارتباطی هم توی این حالا با سرشماری داره. ببینید فرق حالا پرسشنامه با یعنی حالا روش پرسشگری با سرشماری این هستش که ما توی بحث سرشماری کل جامعه رو میایم اطلاعاتی که مد نظرمون هست ازشون میپرسیم و همشون باید جواب بدن. توی بحث پرسشنامه حالا آماری که از روی نمونه‌گیری انجام میشه، ما میگیم که ما مثلا از کل جامعه یه تعدادی رو انتخاب میکنیم، حالا بر اساس خوشه‌بندی‌های مختلف تعدادش مشخص میشه و بعد که اینا البته همه محاسبه هم داره دیگه، حالا دوستان آشنا هستین دیگه با روش‌های در آوردن تعداد نمونه بر اساس جامعه. بعد که فکر کنم اسمش فرمول کوکران هستش اگه اشتباه نکنم، شاید هم اشتباه بکنم، نمیدونم، میتونید سرچ بکنید. بعد که میاد میگه که توی یه جامعه ای که حالا یه تعداد مشخصی داره، مثلا ما یه محصولی داریم که میدونیم 10 میلیون مشتری داره، 10 میلیون مصرف کننده داره، ما مثلا اگر که از 1000 نفرشون یه اطلاعاتی رو توی پرسشنامه بپرسیم، این به احتمال 90% نمایانگر جامعه ما هستش، که حالا یا میتونیم فیس تو فیس این پرسشنامه رو بپرسیم، یا میتونیم با تلفن، یا حالا نامه و ایمیل و اینها، یا به صورت آنلاین، یا حالا پیامک کنیم لینک رو براشون، یا حالا توی یه وبسایتی بذاریم، لندینگی بذاریم، تبلیغاتش رو انجام بدیم و اینها. فقط ملاک اینه که ما بتونیم مشتریانی رو تارگت بکنیم که توی اون خوشه‌بندی درست ما قرار دارن، که اولش هم میتونیم توی پرسشنامه یه سری سوالاتی رو قرار بدیم. مثلا شما به فرض میخواید یه جنسیت خاصی، یه سطح درآمدی خاصی رو تارگت بکنید، اولش چند تا سوال در این زمینه میپرسید و پرسشنامه‌هایی که تو اون دسته مد نظرتون قرار ندارن رو حذف میکنید. حالا با اینکه یه پرسشنامه چجوری درست میشه و حالا ریلایبیلیتی و ولیدیتی و ایناش به چه صورت اندازه میگیری میشه و اینا کار نداریم، راجع به اینا خودتون میتونید برید مطالعه بکنید. توی تحقیقات بازار دسته اول که ما یه تحقیقی رو برای یه موضوع خاص خودمون طراحی و اجرا میکنیم، حالا اینکه میگم خودمون، ممکن خود شخص کمپانی ما یا مثلا با کمک یکی از آژانس‌های تحقیقات بازار انجام بشه، حالا کمپانیایی مثل EMRC و آگاه و راهبر بازار و اینها. یه روش دیگهش گفتم بحث تحقیقات کیفی هست. اینجا ما نمیتونیم بگیم مثلا انقدر درصد درست بود، انقدر درصد موفقیت آمیز بود، مثلا انقدر درصد جامعه نظرشون اینه که فلان چیز درسته یا غلطه و اینها. یه روشش که حالا گفتم سرشماریه که راجع به کل جامعه اطلاعات دقیق به دست میاد. یه روش دیگهش مصاحبه‌های عمیق هست.
این به این معنیه که شما با یه سری افرادی شروع به مصاحبه میکنید که اینها مرتبط هستن با موضوع تحقیق شما و مثلا یه مصاحبه های 2-3 ساعته باشون انجام میدید که بتونید اطلاعاتی رو به دست بیارید در مورد اینکه اینها نظرشون راجع به اون سوالاتی که شما دارید چی هست. معمولا توی بحث UX، توی بحث پرسونا، اینها این روش خیلی کمک میکنه که حالا مصاحبه میتونه ساختار یافته باشه، نیمه ساختار یافته باشه یا کلا ساختار نیافته باشه. مصاحبه ساختار یافته یعنی همه سوالات از قبل معلومه و شما فقط جواب همون سوالات رو دنبالش هستید و میپرسید و حتی بعضا گزینه‌هایی رو ارائه میدید که از بینشون انتخاب بشه. نیمه ساختار یافته یعنی خب سوالات از قبل مشخصه ولی شما به طرف مقابل اجازه میدید که بیشتر توضیح بده. معمولا حالا توی بحث استراتژی‌ها، توی بحث برندینگ، اینها اینجور مصاحبه ها خیلی کمک کننده است. یا همون بحث این که احتمالاً مثلا بخواید بفهمید چه حالا در آینده روندها یا رقبایی دارن توی جامعه، توی بحث رقابت و صنعت به وجود میان، مثلا میشه با افراد حالا فعال در اون صنعت این صحبت ها رو انجام داد. یه سری مصاحبه هم کاملا ساختار نیافته است، یعنی میریم سلام حال شما چطوره، خب بگو ببینیم چه خبر، و اون هر چیزی که طرف مقابل میگه رو میایم جمع آوری میکنیم. یه موضوع دیگه هم هست به نام فوکس گروپ یا حالا گروه های کانونی بهش میگن، که اونها اینجوریه که یه گروهی از افراد معمولا 5 تا 12 نفر رو میان میشونن توی یه اتاقی، چند تا ناظر داره و اونها بررسی میکنن مثلا یک سری تسک ها، یک سری سوالات، یک سری محصولات خاصی رو بهشون ارائه میدن و رفتارها و نظرها و فعالیت های، واکنش هایی که اون افراد نشون میدن به اون موضوع رو میان و بررسی میکنن. مثلا حتی ضبط هم میشه، زبان بدن اون افراد هم حتی مورد بحث و بررسی بعدها و تحلیل قرار خواهد گرفت. این حالا روش هایی بود که روش های متداول بحث پرایمری ریسرچ یا همون تحقیقات اولیه هستش. تحقیقات حالا دست دوم یا ثانویه به این صورت هست که شما از اطلاعاتی که قبلا منتشر شده استفاده میکنید، حالا یا به صورت دسک ریسرچ هستش که حالا تحقیقاتی هست که مثلا یه مرکزی انجام داده، فرض کنید مرکز آمار انجام داده، بانک مرکزی انجام داده، شما نتایجش رو میگیرید و استفاده میکنید. یه سری تحقیقاتی هم هست حالا syndicated or shared اینجا نوشته، تحقیقاتی که یه سری گروهی از افراد جمع شدن اون تحقیقات رو انجام میدن و نتیجهش رو به صورت عمومی منتشر میکنن. مثلا من یادم که فناب با همکاری اگه اشتباه نکنم جهاد کشاورزی و 1-2 تا مرکز دیگه امسال اوایل سال یه گزارشی رو در مورد بحث آینده کشاورزی در ایران و حالا 1-2 تا اکسلراتور هم توش بودن منتشر کرد که حالا گزارش خیلی خوبی بود. اون رو اگه گیرتون اومد بخونین، سرچ کنین، احتمالاً هست. و خب این اطلاعات، این مجموعه ها همشون نیازمند این بودن که این اطلاعات منتشر بشه، یعنی این اطلاعات رو به دست بیارن، ولی اینها خودشون هر کدومشون به اندازه کافی شاید مثلا نمیتونستن یا نمیخواستن این هزینه رو متحمل شن یا این حالا فضا رو بخوان انحصاری برای خودشون داشته باشن. یک چنین گزارش هایی هم معمولا وجود داره توی بازار، یا مثلا حالا گزارش های دیگه ای هم هست که خود شرکت ها منتشر میکنن از خودشون، یا مثلا گزارشی که مراکز مختلف منتشر میکنن یا اشخاص منتشر میکنن و اینها، که اینا میتونه به شما برای تحقیقات بازار کمک بکنه. مخصوصا حالا بحث گزارش های سالانه و اینها در مورد رقبا خیلی کمک کننده است.
یا مثلا اطلاعات بورسی شرکت ها جزء این دسته قرار میگیره که اینا مجبورن صورتهای مالی و حالا اون افشای اطلاعات با اهمیتی که در مورد شرکتشون هست و اینها رو موظفن که مثلا توی سایت کدال همه رو قرار بدن که شما میتونید بریم وضعیت شرکت ها رو از اونجا ببینید، شرکت بورسی رو. یه روش دیگه هم حالا هست، من گفتم روش حالا سوم اینه که شما بر اساس گزارش ها و حالا اون رکورد ها و اطلاعات ذخیره شده خودتون میایید یه تحلیلی رو انجام میدید. حالا اطلاعاتی که از CRM گرفتین، مثلا مشتریانتون زنگ زدن گفتن که آره این مثلا فلان محصول چرا اینجوریه، مثلا محصول فلان شرکت این ویژگی رو داره، مثلا بهتره یا بدتره. اطلاعات مالی خودتون و اطلاعات فروش خودتون هم معمولا خیلی دیتا خوبی رو میتونه منتشر بکنه و شما از اونها برای تحقیقات بازار استفاده بکنید. مثلا شما اطلاعات خودتون نشون میده که مثلا یه تعدادی فروش داشتین، یه شرکت دیگه اعلام میکنه که ما با این تعداد فروش مثلا 90% بازار رو یا 40% بازار رو داریم. بعد شما میرید بررسی میکنید، میبینید که خب بر اساس تعدادی که شما فروختین و اونا فروختن و این اندازه‌ای که گفته شده احتمالاً اندازه بازار باید انقدر باشه. خب حالا این سورس های دیتا رو من یه مقدار حالا متفاوت‌تر از اون چیزی که توی کتاب اومده گفتم، خیلی اشاره دقیقی نکرده. ببینیم برای اینکه این دیتا رو جمع‌آوری کنین، اول از همه شما برید شبکه‌های خود، یعنی راه‌های ارتباطی خود اون رقبا رو بررسی کنید، وبسایت‌هاشون و شبکه‌های اجتماعیشون رو، نمیدونم مثلا حالا اون خبرهایی که منتشر میکنن اون حالا مثلا توی خبرنامهشون عضو بشین یا فالوشون کنین و اونا معمولا اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار میدن. یه جا نوشتم اینجا که حالا لینکدین پروفایلشون رو نگاه کنید، ببینید توی شرکت مختلف شما مخصوصا حالا اگر اکانت پریمیوم داشته باشید که خیلی اطلاعات بیشتری میگیرید، برید توی صفحه شرکت ها، مثلا توی قسمت پیپل میتونید ببینید که چند نفر گفتن ما توی این کمپانی کار میکنیم. بعد دسته‌بندی اونا مشخصه، شما میتونید بفهمید که مثلا چند درصد اون شرکت نیروهای عملیاتی هست، شما بفهمید چند درصدشون نیروهای فروش هست، مثلا اون شرکت بیشتر روی فروش تکیه میکنه یا روی تکنولوژیش. حالا درسته که دقیق نیست ولی یه اطلاعات حدودی به شما میده. شما میتونید صفحات شخصی، حالا شخصی که منظورم حالا این صفحات افرادی که توی اون شرکت کار میکنن رو هم دنبال کنید. معمولا مدیران شرکت ها در مورد حالا کارهایی که دارن انجام میدن یا در دسته انجام دارن یه سری اطلاعاتی رو منتشر میکنن. شما میتونید برید آگهی‌های شغلی که شرکت ها میذارن رو ببینید، چون معمولا اگر که یه شرکتی بخواد یه محصول جدیدی رو بیاره توی بازار یا مثلا توی یه بخشی ضعف داشته باشه یا بخواد که این نقطه قوت جدیدی به وجود بیاره، شروع میکنه به استخدام توی اون بخش و این سیگنال خوبی میتونه برای شما باشه که خب این شرکتی که داره به فرض مثلا یه سری مهندس الکترونیک استخدام میکنه یا یه سری مهندس مکانیک داره استخدام میکنه، این شاید مثلا داره یک کارخونه جدیدی رو میخواد تأسیس بکنه و میتونه به شما سیگنال بده. یا مثلا این شرکتی که داره یه سری کارشناس و حالا مدیر بازرگانی جدید داره استخدام میکنه، این شاید میخواد بیزنسش رو گسترش بده. مثلا
خیلی از شرکت ها رو میبینم مثلا آگهی شغلی میدن، به فرض فلان سمت شغلی مسلط به زبان مثلا چینی، مسلط به زبان آلمانی. این خب زبان چینی برای شرکتی که حالا به صورت عادی میخواد توی فضای بین‌المللی کار بکنه یه ریکوایرمنت نیست، مگر اینکه واقعا با حالا چین بخواد مبادلاتی داشته باشه. شما میتونید از روی تعداد ویزیت های وبسایت که حالا البته به صورت دقیق توی اینترنت قابل دستیابی نیست، ولی مثلا وبسایت های مثل سیمیلار وب و اینا این اطلاعات رو میدن، مثلا از روی وبسایت هایی که ویزیت میشه یا از روی تعداد اینستال اپلیکیشن ها برای محصولات آنلاین به ویژه بفهمید که این حالا محصولات چقدر رقباتون در حقیقت حجم عملیات و فعالیتشون به چه صورت هستش و چقدر احتمالا مشتری دارن و حتی با خودتون میتونید مقایسه کنید که مثلا اگر که من انقدر نصب اپ دارم یا من انقدر ویزیتور دارم و اونها مثلا نصف من دارن، شاید مشتریانشون هم نصف من هستش. یه روش دیگه اینه که شما میستری شاپینگ انجام بدید، خودتون رو به عنوان یه مشتری جا بزنید و مخصوصا توی بی تو بی این روش خیلی جواب میده که شما خودتون رو یه مشتری جا بزنید و برید شروع کنید توی پروسه خرید قرار گرفتن و هر چیزی که میبینید رو به دقت ثبت و ضبط کنید و تحلیل کنید و مقایسه کنید با اطلاعات. در مورد مقایسه با اطلاعات خودمونم که یه اطلاعاتی دارم، حالا گفتم مثلا بیایم مقایسهش کنیم، سهم بازارها و اینها رو میتونیم از روی این با یه سری محاسباتی دراریم. در مورد مصاحبه ها هم گفتم که خیلی مصاحبه ها توش افرادی که باشون مصاحبه میشه از شرکت های مختلف اطلاعات خیلی مفیدی رو در اختیار قرار میدن. مثلا امسال انقدر ما فروش داشتیم یا امسال مثلا این فعالیت ها رو انجام دادیم که این اطلاعات مفصل ترش هم معمولا توی گزارش های سالانه شون میاد. یه بحثی حالا برای روند داخلی این که توی شرکت چجوری این اطلاعات رو جمع‌آوری کنیم کتاب گفته، من این رو هم با اجازهتون تغییر دادم و روندی که به نظر خودم امروزه بیشتر کار میکنه رو میخوام ازتون که با این روند رو حداقل یه بار امتحان کنید. من به نظرم برای اینکه بشه اطلاعات خوبی رو در مورد رقبا به دست بیاریم بهتر هست که توی هر دپارتمانی که شرکت داره افرادی برن و یک سری دیتا و حالا اطلاعات در مورد رقبا کسب بکنن و اونها رو در قالب گزارش‌هایی ایجاد بکنن در مرحله اول، برای اینکه اون اطلاعات و حالا گزارش‌هایی که توی هر دپارتمان ایجاد میشه بر اساس دیدگاهی هست که اون افراد توی حالا با توجه تخصص خودشون ایجاد میکنن. مثلا فرض کنید توی بحث مهندسی یه جور دیدگاه وجود داره، یه سری گروه ها و یه سری شرکت ها ممکنه از نظر حالا اون تیم مهندسی رقیب محسوب بشه. توی مثلا بحث فروش یه گروه دیگه ممکنه باشه، توی بحث حالا بازاریابی یه گروه دیگه، توی بحث حالا عملیات یه گروه دیگه، توی بحث مالی یه گروه دیگه. اینه که اگر که شما توی هر بخشی بخواین که این تفکرات با هم جمع بشه احتمالاً شانس موفقیتتون بیشتر خواهد بود. بعد از اینکه هر گروهی این دیتای مرتبط با خودش رو جمع آوری کرد، میایم و اینها رو توی حالا یه جلساتی توی یه فضایی با هم شیر میکنیم، همه اطلاعات مربوط به هم دیگر رو باید بخونن و حالا من اینجا نوشتم برین استورم، البته منظورم حالا یه گفتگویی بود، چون حالا روش برین استورم اینو بهتون بگم که البته توی کتاب به کار برده بود، من گفتم قید کنم،
ولی کلا تحقیقات نشون داده که برین استورمینگ روش مناسبی برای ایده پردازی نیست، بلکه باید توی حالا گفتگو و نقد و حالا بررسی نتیجه گرفته بشه. یعنی حالا برین استورم به اون صورت کلاسیک که میگن همه ایده هاشون رو بگن، هیچ ایده رو نقد نکنه، معمولا 30% کمتر پرفورمنس داره نسبت به جلساتی که توش همه ایده ها نقد میشن و روشون گفتگو میشه و همه سعی میکنن که به این نتیجه مشترکی برسن. حالا منظور اینه که راجع به اینکه این رقبا کیا هستن و الان هر کدومشون در آینده چی کار میخوان بکنن و حالا واقعا کدومشون رقیبن، کدومشون رقیب نیستن، کدوم رقیب مستقیمن، کدوم رقیب بالقوه هستن، اینها میشه صحبت کرد و گفتگو کرد و به نتایجی رسید. بر اساس اون نتایج سناریوهای مختلف میتونه طراحی بشه. حالا سناریوهای بدبینانه که مثلا رقیب میاد ما رو میزنه میترکونه، سناریوی خوشبینانه که مثلا ما همه رقبا رو اینجوری شکست میدیم، و سناریوهای واقع بینانه که مثلا بر اساس شرایطی که وجود داره میتونیم بگیم احتمالاً شرایط به همین سمتی که تا الان رفته مسیر خودش رو ادامه خواهد داد. برای هر کدوم از این سناریوها یه سری اکشن پلن میشه طراحی کرد و در حین این که داریم اکشن های مربوط به سناریوها رو انجام میدیم باید حواسمون باشه که دقت بکنیم به طی مرور زمان کدوم سناریوها داره بیشتر محقق میشه و بر اساس اون حالا استراتژی های خودمون رو دوباره بهش برگردیم و حالا تاکتیک های خودمون رو بازبینی بکنیم و سعی کنیم که توی حالا برنامه هایی که داریم، پلن هایی که داریم، تغییراتی رو متناسب با شرایطی که داره پیش میاد و شرایط رقابتی تغییر بدیم. یه موضوع دیگه هم هست حالا که توی بحث جمع‌آوری اطلاعات بوده، حالا توی کتاب جزئی بهش اشاره شده. من برای اینکه موضوع مهمی هستش مخصوصا این روزا بیشتر مورد اهمیت قرار میگیره باید بهتون بگم، مخصوصا که خیلی متاسفانه مشاهده کردم که در شرکت‌های مختلف این اتفاق داره میفته. بحث جاسوسی صنعتیه یا اینداستریال اسپیوناژ که اینجا ما برای اینکه بتونیم جلوگیری بکنیم از اینکه بقیه به اطلاعات ما دست پیدا بکنن لازم هست که یک سری اقدامات امنیتی رو انجام بدیم. اولندش که باید اون دیتا توی شرکت ما یه طبقه بندی و یه سطح دسترسی براش تعریف بشه. یعنی مثلا دیتایی که خیلی با اهمیت هست اینها فقط باید در دست یک سری از افرادی که دارن باش کار میکنن قرار بگیره. توجه داشته باشید که سطح دسترسی فقط بر این اساس تعریف میشه که اون فرد از اون بخش از دیتا داره چه استفاده میکنه. یعنی ممکنه که یه کارشناس خیلی ساده مثلا به یه دیتا مهمی دسترسی داشته باشه چون داره باش کار میکنه، ولی ممکنه که یه مدیر رده بالا هم مثلا به اطلاعات ساده‌ای حتی دسترسی نداشته باشه چون بهش ارتباطی نداره که اون دیتا چقدره. یه موضوع دیگه هم اینه که خب باید اهمیت بدیم به شرایط کاری افراد، هم حقوق و دستمزد مناسبی بدیم که اونا انگیزه‌های مالی برای حالا لو دادن اطلاعات پیدا نکنن، هم اینکه حالا شرایط کاریشون به نحوی باشه که از محل کار و شرایط کارشون راضی باشن و اون نارضایتیه حالا چه از حقوق و دستمزد چه از شرایط کار معمولا یکی از عوامل مهمی هستش که افراد دیگه نسبت به محل کارشون دیتچ میشن و حالا هر گونه حالا کار نادرستی رو هم برای خودشون محق میدونن که انجام بدن. یه روش دیگه هم اینه که خب باید
آموزش بدیم و اطلاع رسانی کنیم در مورد اینکه اصلا داده های حساس چی هست و چه جوری باید ازشون مواظبت بشه. دوره‌های آموزشی مثلا بذاریم برای اینکه خب شما بدونید این اطلاعات رو نباید از اینجا بگیرید، یا نباید هر کسی مثلا یه ایمیلی براتون فرستاد نمیدونم بازش کنین، یا نباید مثلا اون اطلاعات حساس رو پرینت بگیرین بریزین توی سطل آشغال یا از اینجور موارد. یه سری برنامه‌ها که حالا بیشتر مربوط به البته اون حفظ و حراست امنیت نرم افزاری هستش، بحث باگ باونتی و ایناست که حالا چند وقت پیشم که اسنپ و تپسی و نمیدونم همه این کمپانی‌ها هک شدن بحثش خیلی داغ شد، که معمولا یه سری تیم ها رو میگیرن میگن که شما اگه میتونین برین یه اطلاعاتی از ما در میارین و بعدش تست بکنین در حقیقت که ما چقدر امنیتمون بالاست. حالا به صورت غیر نرم افزاری هم میتونه باشه، یعنی بر اساس حالا موارد مربوط به حالا مهندسی اجتماعی و اینها هم ممکنه برنامه‌هایی طراحی بشه برای اینکه ببینید آیا امکان نفوذ وجود داره یا نه. تمام تبادلات دیتا باید اینها کنترل بشه، باید اینا رصد بشه، مانیتور بشه. خیلی سیستم‌های معمولا توی شرکت‌ها هستن که اطلاعاتی که ازشون داخل و خارج میشه، چه از طریق اینترنت، چه از طریق حالا مثلا پورت USB و اینا رو لاگش رو نگه میدارن و خب توی حالا آیتی شرکت‌ها بررسی میکنن. اگه نمیدونستین تا الان هم بدونین که خیلی از شماها این لپتاپ هایی که در دستتون هستش حالا یا کامپیوترهایی که شرکت ها بهتون میدن، اینا تمام اطلاعات داخلش کنترل میشه و احتمالاً حالا اگه بهتونم نگفتن خودتون این پیش‌فرض رو داشته باشین که یه نفری داره شما رو همیشه رصد میکنه. یه سری روش‌های فیزیکی مثل نصب دوربین و اینها هم مخصوصا برای فضای فیزیکی مثل انبارها و اینا میتونه کمک کننده باشه. به هر حال حالا البته این کارا هم حالا مورد قبلی که بحث مانیتور کردن تبادلات داده بود، هم این مورد دوربین ها و اینها نباید اینا به صورت مخفی باشه، اینا باید کاملا به اطلاع تمام کارکنان رسونده بشه، برای اینکه اگه به غیر از این باشه نقض حریم شخصی افراد محسوب میشه. اینا هم باید در نظر بگیرید. و تا اونجایی که میشه از رقبا کسی رو استخدام نکنید. من یادم چند سال پیش یه مدیری از یکی از آژانس‌های تبلیغاتی رفت توی یه آژانس تبلیغاتی دیگه، بعد یه سال دوباره برگشت به همون آژانس تبلیغاتی قبلی. خب طبیعتاً تجارب و اطلاعاتی که داشت رو هم با خودش برگردوند. حالا اگرچه ممکنه که مستقیما نیاد اطلاعات شرکت رقیب رو قرار بده و دانشی که کسب کرده به هر حال این ممکنه که مخاطره آمیز بشه در رقابت. حالا منظور من از اینکه استخدام نکنیم این نیست که کلا استخدام نکنیم. خب بعضی موقع شاید واقعا شرایط طوری باشه که مجبور باشیم، ولی همونطور کتابم از اصطلاح مول استفاده کرده، اون ممکنه بعضیا مثلا جاسوس یا و بخوان مثلا وارد شرکت بشن و بعد اطلاعاتی رو بردارن و دوباره ببرن با خودشون. البته اینجوری نیستش که حالا اگر که اطلاعات رفت هم اون شرکتتون لزوماً با مشکل مواجه میشه. یه مورد دیگه هم اینه که برای اینکه اصلا کلاً این موضوع رو از بیخ جلوشو بگیرین، شما میتونید خودتون پیش دستانه با شفافیت کامل اطلاعات زیادی رو منتشر کنید. شاید یکی از دلایلی که اصلا این همه شفافیت وجود داشته باشه و دیتای زیادی رو شرکت ها از خودشون منتشر میکنن این باشه که هزینه
لو رفتن یا حالا به اطلاع عموم رسوندن اون داده خیلی کمتر از این هست که اون داده رو بخوایم ما مخفی نگه داریم و مخفی نگه داشتنش و کنترل کردنش کار سختیه. یه 2 تا مورد دیگه هم توی کتاب بیان شده که البته من باش مخالفم شخصا. موضوع Non-Disclosure Agreement یا موضوع قراردادهای حالا NDA اصطلاحاً بهش میگن، عدم افشا، و قراردادهای Non-Compete یا عدم حالا همکاری با رقیب، که اینا به این صورته که با افرادی که توی شرکت هستن یا با شرکت هایی که دارید باشون کار میکنید یه قراردادهایی بسته میشه که اونها رو منع میکنه از افشای اطلاعات و براشون جریمه های سنگینی در صورت افشای اون اطلاعات در نظر میگیره. البته بستن یه چنین قراردادهایی کار خیلی پیچیده‌ای هست، به خاطر اینکه کار سختیه اثبات کردن اینکه اون فرد یا شرکتی که این قرارداد رو بسته اون اطلاعات رو افشا کرده. و از طرف دیگه هم به نظر من تا حدودی مخالف با بحث حالا آزادی‌های فردی یا اجتماعی یا شرکتی اون مجموعه ها هستش. یعنی خب این توی بحث قراردادهای بین شرکت ها شاید یه مقدار موضوع متفاوت باشه، ولی توی بحث قراردادهای فردی، حالا بحث کلا قراردادهای عدم رقابت، عدم مشارکت با رقبا، که به نظر من کلا مربوط به جامعه آزاد و رقابت آزاد نیست و چون این قراردادهایی رو کلا اینجوره به نظرم قراردادهایی نیست که درست باشه امضا بشه. و در مورد قراردادهای عدم افشا هم اینها از حالا سعی میکنن اطلاعات حفظ و حراست بکنن، اما حقیقتش اینه که حالا پیشترم گفتم اگر که اطلاعاتی بخواد منتشر بشه لزوماً اینجوری نیست که شما اصلا بتونید اثبات بکنید که اون اطلاعات منتشر شده و حتی ممکنه در بعضی از موارد هیچ اطلاعاتی هم منتشر یا حالا نشه یا لو نره، ولی خب افراد با اون دانشی که به هر حال دارن نسبت به اون اطلاعات خب میتونن تصمیم هایی رو بگیرن که بسیار تاثیرگذار هست توی کسب و کار. توی بحث حالا یه فریمورکی هم توی کتاب داده که کلا میگه که اگر ما بخوایم این تحقیقات رو انجام بدیم از روی چه فریمورکی باید کار بکنیم، که گفته اول بیایم بحث خود ارگانیزیشن، خود سازمان رو، سازمان‌های رقیب رو بررسی بکنیم که کلا مثلا اون ساختار سازمانیش به چه صورته، توی هر بخشی هم و من اضافه کردم ببینیم که مثلا چقدر نیرو داره، این نشون میده که تمرکزش روی کدوم بخش هست، چه پروسه هایی داره، مثلا پروسه های خریدش چجوریه، پروسه های مثلا حقوق و دستمزدش چجوریه. توی حالا بخش استخدام ها معمولا خیلی مهمه که بدونیم رقبامون دارن چه حقوق و دستمزدی میدن، چه پاداشایی میدن، چه روشایی دارن. فرهنگ سازمانی خیلی مهمه که این رو بیاریم مثلا توی بحث حالا ارگانیزیشن، توی بحث سازمان ها، توی اون بخشش فرهنگ سازمانیشون و ارزش هاشون و حالا بینشی که دارن نسبت به کسب و کار رو بیاریم. و افراد تصمیم گیرنده هم حالا یه جای دیگه از کتاب گفته بود و اونایی که تاثیرگذار هستن روی تصمیم گیری توی سازمان، اون افراد هم اگر شناسایی بشن میتونه کمک خوبی بکنه. بحث بعدی بحث حالا بعد از اینکه خود سازمان رو تشریح کردیم باید بگیم که این رقیب ما چه نقاط قوت و ضعفی داره، که نقاط قوتش به هر حال یه بخش مهمش مربوط به اون دارایی هاش هستش که حالا دارایی ها ممکنه یا با حق حالا ثبت و مثلا کاپی رایت و اینا باشه، یا دارایی باشه که برای همه قابل تحصیل هست، و اینکه ممکنه این دارایی ها مشهود باشه یا نامشهود باشه. مثلا یه چیزی مثل برند یه کمپانی مثل اپل جزو دارایی های نامشهودشه،
که خب این برند قوی که خیلی هم ارزشمند هستش و ارزشمندترین برند دنیا بوده میشه طی سالهای متوالی، این مثلا خب کمک میکنه به اینکه فروش بیشتری داشته باشه، اقبال بیشتری بشه، هزینه هاش کاهش پیدا بکنه و موارد اینچنینی. یا مثلا یه شرکتی ممکنه که یه تکنولوژی داشته باشه که این جزء دارایی هاش باشه، در صورتی که مثلا چیزی مثل زمین یا مثلا ملک و خودرو و نمیدونم ماشینالات و اینها نیست. توی قدرت‌های دیگه اون بحث ظرفیت هایی که دارن و توانمندی هایی که دارن هست. مثلا کمپانی هایی که لوکال هستن، محلی و بومی هستن، خب یه شانسی دارن نسبت به کمپانی هایی که بومی نیستن. برای مثال همین بیزنس مثلا اسنپ رو اگر بخوایم بزنیم، اسنپ فود رو مثلا توی یه سری از شهرها نتونسته با رقبای محلی رقابت بکنه. مثلا توی شهرهایی مثل کرمان که مثلا زودکس اونجا زودتر از حالا اسنپ فود وارد شده، دیگه اونا به علت اینکه لوکال هستن تونستن بازار رو بگیرن. بعد بحث طراحی، بحث تولید، بحث بازاری که در دستشون هست، بحث تامین مالیشون، بحث مدیرایی که دارن و اینکه چقدر چابک هستن و چقدر ریسک پذیر هستن، اینا همه موضوعاتیه که ظرفیت هاشون رو میتونه تغییر بده. و خب یه سری نقاط ضعف و حالا نقطه کور دارن که مثلا ممکنه به اونجاها توجه نکرده باشن، که اینا هم فرصت خوبیه برای ورود ما به عنوان برای در حقیقت حالا تحت فشار قرار دادن و برنده شدن رقابت. موضوع دیگه اینه که توی کلن حالا محیط اطراف توی بحث کلی رقابت اون رقیب چجوری داره فعالیت میکنه، اون رقیب چه ارزش هایی رو داره ایجاد میکنه، زنجیره ارزش اون رقیب چیه، ارزش از کجا تولید میشه و به دست کی میرسه و چه تغییراتی روش انجام میشه، اون value added ها کجا روش اضافه میشن و کلن تو کدوم هاشون خیلی میشه گفتش که حالا مزیت داره، تو کدوم ها خیلی ضعف داره. بحث ارتباطات هست، بحث ارتباطات حالا رسمی، مثلا همکاری با شرکت های مختلفی که دارن یا نهادهای مختلف. مثلا فرض کنید حالا توی همین دیجی اکسپرس که ما هستیم، مثلا خب شرکت پست ارتباط اصلیش اینه که یه دولت داره، مثلا وزارت ارتباطات داره، اون رو مدیریتش رو داره و خب ارتباطات داره باهاش. و یه سری روابط حالا غیر رسمی یا خاص هم هست. مثلا اعضای شرکت ممکنه روابطی با حالا دانشگاه مختلف، با ارگان‌های دولتی و اینها داشته باشن که توی رقابت بتونه کمکشون بکنه. علاوه بر اینکه حالا ارتباطات این تک به تک وجود ممکنه داشته باشه، یه شبکه‌هایی از ارتباطات هم ممکنه به کمک رقبای ما بیاد و اون شبکه‌های ارتباطی بتونه که توی رقابت یه جایگاه بهتری رو نسبت به ما برای اونها بیاره. ما همینطور باید به مایندستشون هم توجه بکنیم که اونا طرز تفکرشون چیه. اونا فکر میکنن که حالا توی بیزنس چه چیزهایی رو مثلا براشون حالا از قبل مثلا تعیین شده است و فکر میکنن که همیشه وجود داره، چه چیزهایی هستش که اون توی تفکرشون میگذره و حالا اون آمال و اهدافشون چیا هستش و استراتژی فعلیشون این که دارن چه کارهایی انجام میدن، کدوم بازارها رو دارن سعی میکنن که هدف قرار بدن، بیشتر منابعشون رو روی چه کارهایی دارن تخصیص میدن، مثلا چه کارخونه‌های جدیدی دارن میزنن، چه بیزنس‌های جدیدی بیشتر مورد توجهشونه و همینطور اینکه حالا اون
بهره‌وریشون به چه صورته، مثلا سوددهیشون چطوره، چه سهمی از بازار دارن، مثلا مشتریان چقدر راضی هستن ازشون، حالا امتیازاشون چقدره توی حالا موارد مختلف و اینجور چیزا. و تهش هم یه جمع‌بندی بر اساس تمام این مواردی که انجام شده و حالا نشانه هایی که وجود داره و نتایجی که ما ازش میتونیم استنباط بکنیم. البته این تکراری بود. حالا یه بخش دیگه هم من خودم اضافه کردم و اون هم مربوط به تحلیل محصولاتشون هست. حالا اون شرکت هر محصولی که داشته باشه ما باید اون کارایی اون محصول رو و موارد دیگه مثل تجربه مشتری‌ها از استفاده از اون محصول، سفر مشتری، اینکه چه جوری محصول رو باهاش آشنا میشه، چه جوری خرید میکنه، چقدر انتظاراتش برآورده میشه و بعد از خرید چه اتفاقی میفته براش، اینها رو داشته باشیم. بتونیم یه لیستی از تمام امکانات و مشخصات دقیق اون محصولات داشته باشیم که مثلا شرکت‌های رقیب ما چه محصولاتی با چه ویژگی‌هایی دارن تولید میکنن و این محصولات. حالا اون بحث لدرینگ که توی جلسه قبلی راجع صحبت کردم اینجا وارد میشه که مثلا اینها چه حالا منفعتی رو توی چه سطوحی از نیازهای مشتری دارن رفع میکنن و دارن به مشتری میرسونن و نحوه حالا قیمت گذاری و پخششون هم، اگرچه خود اینها خارج از بحث محصول هستش ولی برای هر محصول منظورم اینه که جداگانه باید بررسی بشه که ما بتونیم یه بررسی دقیقی از اون رقیب داشته باشیم. خب حالا اینجا اطلاعات، یعنی جمع‌آوری اطلاعات، تشخیص مشتریان و جمع‌آوری اطلاعات تموم شد. حالا تا اینجا اگر که سوالی دارین من در خدمتتونم. خب اگر که کسی سوالی نداره میتونیم که ادامه بدیم. اوکی. اینجا یه بحثی برای حالا این بررسی رقبا اومده و گفته کتاب اینکه ما چجوری آنالیز کنیم که رقبا توی چه چیزایی حالا ضعف و قوت دارن و اینها. و یه تغییراتی دادم از اینجا به بعد یه مقدار. حالا البته این فصل بعضی بخشاش متفاوت بود و کتاب اینجا هم یه چیزایی، یه تغییراتی دارم. ببینیم کلاً اومده گفته که ما موقعی که میخوایم بررسی بکنیم یه روشی و 2 تا روش رو یعنی معرفی کرده که یکیش همین Competitive Assessment Analysis هستش که این حالت مثلا میشه گفتش که امتیازدهی رقابتی، مثلا تحلیل حالا بررسی رقابتی یا چون این چیزی، که اینجا اومده گفته که بیایم ببینیم که اون یه جدول این مدلی درست کنیم، بیایم بگیم که خب مشتری یک سری نیازمندیایی داره، حالا نیازهاش اون منافعی که قراره بهش برسه یا اون ارزش‌هایی که قراره دریافت بکنه. گفته حالا یا برین استورم کنین یا مارکت ریسرچ انجام بدین. من به نظرم هیچی از خودتون ننویسین، کلا همیشه تکیه بکنین به آن چیزی که دارین جمع آوری میکنین، دیتایی که دارین جمع آوری میکنین و این بیایید بر اساس مارکت ریسرچ
پیدا کنید که مثلا مزایای مورد انتظار مشتریات چیه توی این رقابت. شما مثلا مشتریای رقیباتون رو پیدا کنین، ازشون بپرسین که خب الان چه چیزهایی، چه نیازهایی از شما داره با استفاده از محصولات این رقیب برطرف میشه. ما خودمون توی پرسشنامه‌های تلفنی و اینها مثلا موارد مشابهی رو انجام دادیم و این به ما سیگنال میداد که چه چیزهایی برای مشتری اهمیت داره. و حالا بین اینها امتیازدهی انجام بدید. حالا البته من گفتم بین 1 تا 5 نمره بدید. یه دلیلی هم دارم. حالا یه دلیلش اینه که 1 تا 5 استاندارد، عدد استانداردیه به هر حال، روش آماری حالا تست لیکرت هستش که جوابای خوبی رو میتونه بهتون بده که قابل مقایسه است و اینکه به نظرم ساده سازی میشه بین عددا، یعنی گزینه به درد بخورتون به دست میاد. پس بین اینا کدومش اهمیت بیشتری برای مشتری داره رو بیاین امتیازدهی بکنین و بعدش بیاین بگین که خب برای اینکه حالا مثلا من بخوام ارزش به فرض راحتی استفاده رو برای یه کاربری ایجاد بکنم، باید که چه منابعی داشته باشم. مثلا باید که چنان زیرساخت‌های قوی داشته باشم، باید تیم طراحی محصول خوبی داشته باشم، باید مثلا بتونم یه تیم تولید محتوایی داشته باشم که آموزش‌های لازم رو طراحی بکنن و برای هر فیچر مختلفی این ویژگی‌ها فرق می‌کنه. مثلا اگر یه ویژگی که مشتری‌ها دنبالشن خرید اقساطی باشه، شما باید بگین که خب من این دنبال اینم که یعنی چیزایی که باید براش تامین بکنم، خب یه تامین مالیه، مثلا پیاده سازیه، نمیدونم اینجور چیزاست و برای همه رقبا میاید این موارد رو لیست میکنید که چه چیزهایی این دیگه بر اساس اون حالا دانش خودتون هست که اگه یه چنین چیزی رو یه رقیبی بخواد ایجاد کنه که حالا الان ایجاد کرده، این ایجاد کردنش چه چیزهایی لازم داشته. مثلا اگر که بگیم این نیازمند این بوده که یه محصولی تولید کرده که فلان مدل بسته بندی رو داشته، فرض کنید که شیر پاکتی نسبت به شیر بطری، خب این نیازمند این بوده که بتونه پاکت هایی رو داشته باشه، تولید کنه که این پاکت ها مثلا ضد آب باشه، خراب نشه محصول توش و اینجور چیزا. بعد بیایید بگید که اوکی، حالا ما تمام این موارد رو لیست کردیم، امتیازم دادیم، گفتیم که کدوم منابع و ظرفیت ها مربوط به کدوم یک از اون مواردی هست، اون ارزش ها و نیازهای مشتری ها هست و بعدش حالا باید بگیم که اوکی توی این موارد اولندش که آیا این نیازمندی که یعنی اون ظرفیتی که اون شرکت اون رقیب داره، آیا دقیقاً داره اون نیازمندی رو به صورت کامل برطرف میکنه، به عبارت دیگه relevant آیا هستش. و مورد دیگه اینه که آیا اون شرکت توی اون نیازمندی که داره با اون وسیله ها، ابزارها برطرف میکنه نسبت به رقبای دیگهش برتری داره یا نه، که بحث اون سوپریوریتیه. و سوال سوم اینه که آیا اون میتونه به صورت ممتد و مدتدار و طولانی مدت این مزیت و این ظرفیت خودش رو حفظ بکنه برای اینکه این نیاز رو برطرف بکنه، که این حالا بحث ساستینبیلیتیه. و یه سوال دیگه هم من به نظرم همیشه خوبه که بپرسیم که بحث مربوط به تفکر انتقادی هست، که اصلا بیایم بپرسیم آیا این نیاز و این حالا فیچر یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم
این آیا با روش دیگه‌ای بدون این ریسورس ها، بدون مصرف این منابع، آیا امکان پذیر هست دسترسی بهش یا خیر؟ حالا مثالی که بخوام براتون بزنم، مثلا یه موقعی هست ما میگیم که باید یه چیزی رو توسعه بدیم، مثلا یه زیرساخت نرم افزاری، و برای اینکه بخوایم این فلان فیچر رو به وجود بیاریم، مثلا پوش نوتیفیکیشن بیاریم رو اپلیکیشن، بعد میگیم که خب یه آلترناتیو داره، مثلا میتونیم فایر بیس رو بذاریم یا میتونیم مثلا از یه زیرساخت اوپن سورسی استفاده بکنیم. یعنی اینکه این ریسورس واقعا مثلا یه راه دیگه ای هم برای اینکه بدون این ریسورس هم بشه این نیاز رو برطرف کرد هست. یا تو همون مثال حالا بحث اون بسته بندی شیرها، مثلا میتونیم بگیم به جای اینکه خودمون بیایم تحقیق و توسعه بکنیم، بگیم که یه چنین پاکتی برای شیر تولید بکنیم، میتونیم اونو وارد بکنیم و این خودش میتونه مثلا یه سولوشن ارزونتر و بهتر باشه توی بحث رقابت. یا شاید مثلا توی حالا بحث‌های بی تو بی بتونیم بگیم که ما یه بخشی از سرویسمون رو کلاً آوتسورس میکنیم. مثلا فرض کنید که یه زیرساخت مثلا حالا فنی مهندسی دارین، حالا توی یکی از جلسات هم راجع به محصولات مربوط به حفاری و حالا ماشینالات مربوط به نفت و گاز و اینا صحبت شد. مثلا فرض کنید که بگیم اینها یکی از نیازمندی‌های مشتری‌ها این هستش که یه تیم پشتیبانی قوی وجود داشته باشه و لوازم و حالا قطعات یدکی و تعمیرکارانش و اینا همیشه در دسترس باشن. ممکنه بگید که من این رو توی شرکت خودم ندارم، رقیب من مثلا توی این بهتره، ولی من اصلا برای پشتیبانی این میرم با یه شرکت ثالث یا حتی با رقیبم میرم قرارداد میبندم، میگم که از خدمات منم پشتیبانی بکن. پس اینجا یه مورد دیگه هم من اضافه کردم که اینجوری این دیدگاه همیشه به منابع حالا مورد نیاز و حالا ظرفیت‌های مورد نیاز اون ارزش‌های مشتریان داشته باشیم. حالا اینجا یه مثالی آورده خودش توی کتاب، مثلا گفته که مشتری نیاز داره که قیمت پایین باشه، مثلا به حالا تکنولوژی روز دسترسی داشته باشه، اویلیبل باشه، حتما اون محصول همیشه در دسترس باشه. بعد اومده گفته که مشتری اولویت اولش مثلا خب اینه که محصول در دسترس باشه، اولویت دومش اینه که ارزون باشه، سومیش اینه که امارداری زیادی نخواد. بعد اومده گفته که خب برای این موضوعات توی جدول می‌بینیم مثلا اون قسمتی که سی نوشته necessary capability resources، اونجا گفته که مثلا این 5 مورد توی نیاز هستش که هر کدومش ارتباط داره با یکی از اون موارد. اون 3 تا وای و حالا ان و اینا هم که هستش جواب اون 3 تا سوال بحث رلوونس و سوپریوریتی و اون ساستینبیلیتیه که گفته مثلا اینو یس و نوه، یعنی اینو تو این مثلا سوپریوریتی داره، رلوونته، مثلا ساستینبله، تو اون یکی نیست و از اینجور حرفا. من حالا این جدول رو آوردم با یه مفهوم دیگه که قبلا خودم بهتون توضیح داده بودم، اومدم سعی کردم که یه همپوشانی بینشون برقرار کنم. خب ما اومدیم گفتیم که یه جوری تحلیل میکنیم توی بازار که بفهمیم رقبامون دارن چیکار میکنن، یعنی امتیازدهی رقبا رو انجام میدیم. این امتیازدهی رقبا از یه طرف دیگه میتونه به ما کمک بکنه که ما بتونیم خودمون رو با رقبا مقایسه کنیم برای حالا محصولاتی که الان داریم یا در آینده میخوایم داشته باشیم.
خب مشتری، من یه روشی رو بهتون توضیح داده بودم، متد رایس، برای اینکه ما امتیازدهی بکنیم، بفهمیم که توی یه محصول چه فیچرهایی رو باید اول بیاریم، چه فیچرهایی رو بعداً بیاریم، چه فیچرهایی رو شاید هیچ وقت نیاریم و غیره، یا حتی یه محصولی رو چطوری داشته باشیم. خب این فیچرها، حالا یه جایی هم که اون value proposition canvas رو هم که آورده بودم براتون، گفتم نیازی که مشتری داره، اون valueی که قراره بهش بدیم، هم به من هم عرض یه مشکلیه که ما داریم یک راه حلی براش ارائه میدیم، که حالا اون راه حل به صورت یه راهکار، به صورت یه حالا محصول یا یه فیچر هست. پس اگر که ما فهمیدیم مشتری این 6-7 تا نیازش داره برطرف میشه توی بازار و رقبا دارن این نیازها رو برطرف میکنن، از این ور میتونیم بفهمیم که حالا بیایم خودمون راه حل‌های مربوط به رفع این نیاز رو بر اساس حالا هم مشاهدهمون نسبت به کار رقبا، هم استنباط خودمون بیایم و بنویسیم. بعد توی حالا متد رایس میگه که 4 عامل رو باید در نظر بگیریم و امتیازدهی بکنیم و اونجوری بفهمیم که هر کدوم امتیاز بیشتری آورد باید بیشتر به اون توجه بکنیم. بر اساس اون میگیم که خب اگر که ما کدوم فیچر رو پیاده سازی بکنیم، تعداد مشتریان بیشتری رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. مثلا ممکنه یه فیچری رو یه تعداد کمی از مشتریان بخوان، یه فیچری رو همه مشتری‌ها بتونن استفاده کنن. مثلا فرض کنید فیچر پرداخت اقساطی شاید تعداد کمتری توی یه سری محصولات بخوان تا مثلا فیچر کاربری آسان. بعد بیایم اثر اونها رو در نظر بگیریم. اینجا هم اون اهمیتی که مشتریان میگن فلان موضوع برای ما داره، هم عرض میشه با اون اثری که اون فیچر داره میذاره. یعنی هرچی اون موضوع با اهمیت تر باشه، شما میتونین بفهمین که حالا مثلا اون در حقیقت حالا پیاده سازیش مهمتره، هرچند برای و تأثیر بیشتری میذاره. حالا یه موضوع دیگه هم هست در مورد اطمینان این که اون محصول یا اون فیچر خاص چقدر تاثیرگذار خواهد بود. اینجا هم گفتم از امتیازدهی 1 تا 5، حالا کلا همشو 1 تا 5 من گرفتم برای ساده سازی که الکی با عددهای مختلف هی شما درگیر نشین. اینه که خب مطمئن هستیم توی حالا بالاترین امتیاز که ما اگه یه چیزی رو بیاریم، هم همه مشتری‌ها راحت ازش استفاده میکنن، هم خودمون هم خیلی راحت میتونیم اونو ایجاد کنیم و توسعه بدیم. بعد همینجوری حالا من پیشنهاد دادم اینجوری دسته بندی کنید امتیازها رو که بگیم حالا در یه امتیاز پایین‌تر ما میدونیم محصولات و مشتریان استفاده خواهند کرد. برای مثال توی رقابت رفتیم دیدیم که این محصول رو همه رقبا دارن، پس فکر میکنیم که حالا مطمئن هستیم که اگه ما هم بیاریم استفاده میکنن، ولی مطمئن نیستیم که میتونیم توسعهش بدیم یا با قیمت مناسب بیاریمش یا از اینجور چیزا. یا مثلا آیا ما وقتی آوردیم آیا ما محصول قابل رقابتی میتونیم ارائه بدیم یا نه. توی حالا امتیازهای پایین‌تر میتونیم بگیم که این محصوله، این فیچره وجود نداشته، ولی حالا ما یه تحقیق کردیم، یه MVP داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که این بر اساس حالا اون برآورد اولیه احتمالاً حالا چیزیه که میگیره. امتیازهای پایین‌ترش هم خب طبیعتا اینجوریه که ما شاید حس بکنیم که این موفق میشه یا اینکه اصلا هیچ ایده‌ای نداشته باشیم. تو حالا بحث افورت، تلاشی که ما باید بکنیم، این برمیگرده به زیرساختایی که ما داریم. حالا رقبا مثلا یه سری زیرساختایی دارن،
آیا ما هم همه اون زیرساخت‌ها رو داریم؟ آیا ما برتری داریم توی اون زیرساخت‌ها؟ آیا روش دیگه‌ای داریم که بتونه جایگزین اون زیرساخت‌ها بشه؟ و اینها میتونه یه امتیازبندی رو تعیین بکنه. و خب طبیعتا همون جوری که حالا اونور توانمندی رقبا رو ما تحلیل میکنیم، اینور هم میتونیم توانمندی خودمون رو تحلیل بکنیم، هم توی جدول بالا هم توی جدول پایین، که هم بفهمیم اون حالا امکانات و محصولاتی که فعلا داریم در مقایسه با رقبا چه امتیازی میگیره، هم بفهمیم نیازمندی‌ها و یعنی محصولات و حالا امکاناتی که میخوایم در آینده توسعه بدیم در مقایسه با رقبا توی چه جایگاهی قرار میگیره. یه روش دیگه هم کتاب گفته به نام که حالا نظریه بازی. خیلی از شما شاید اسم اینو شنیده باشین ولی تا به حال واردش نشده باشین. و حالا از اینجا هم بگم اون چیزایی که من در ادامه میگم یه سری مباحث ریاضیاتی هست که سعی میکنم تا اونجایی که میشه به زبان ساده نظریه بازی رو براتون توضیح بدم. این یه چیزی بود که من اولین بار خودم توی زمانی که مدرسه میرفتم باش برخورد کردم و توی دبیرستان اونو یاد گرفتم، ولی اون چیزی که واقعا کاربرد داره حالا توی کتاب تقریبا میشه گفتش که یه جورایی سنبلش کرده و خب البته حقم داره، به خاطر اینکه شاید یه مارکتر نیازی نباشه که گیم تئوری بلد باشه، ولی من سعی کردم که حداقل برای علاقه‌مندا توضیح بیشتری بدم. اینم بگم که حالا اگر که کسی علاقه نداره به این موضوع، چون یه مقدار مباحث ریاضیاتی میشه و اینها، به عنوان آخرین جمله این فیلم بیوتیفول مایند که اینجا عکسشو گذاشتم و بره ببینه، به جای اینکه حالا ادامه این ارائه رو بخواد تماشا بکنه، چون بعد از این دیگه مبحثی نیست. چون این فیلم راجع به پروفسور جان نش، ریاضیدانی هست که کلا این نظریه بازی رو طراحی کرده. البته توی اون فیلم خب راجع خود نظریه توضیح نمیده، ولی یکی از فیلم‌های خیلی قشنگی هستش که فکر می‌کنم 6 تا هم اسکار برده. اگه تا الان ندیدید میتونید ببینید این فیلمو. حالا نظریه بازی چی میگه؟ میگه که توی یک بازی رقابتی یه وضعیتی وجود داره همیشه به نام تعادل نش، که حالا نش از خود اسم حالا پروفسور جان نش گرفته شده که تز دکتراشون بوده. و تعادل نش میاد میگه که یا نش اکویلیبریوم میاد میگه که در یک بازی وضعیتی میتونه تعریف بشه که هیچ بازیکنی نمیتونه بهره‌مندی بیشتری از وضعیت حالا بازی داشته باشه، یعنی بیشتر برنده باشه، بدون اینکه بقیه کمتر برنده باشن. یعنی یه استیتی وجود داره که حالا همه به یه اندازه‌ای برنده هن و اگه بخوان از اون جابجا بشن امتیاز مجموع کمتر میشه. یعنی مثلا فرض کنید که توی بازی ما مثلا اگر که هر کدوممون توی حالا یه رقابتی، مثلا اگر که ما روی یه چیزی تفاهم کنیم و توی فضای رقابتی با هم دیگه راجع به یه چیزی حالا به صلح برسیم و یا اینکه مثلا با هم دیگه همکاری بکنیم توی رقابت، بردش خیلی بیشتر از این خواهد بود که بخوایم تک تکمون جداگانه این موضوع رو پیش ببریم به قیمت اینکه رقبامون رو بخوایم شکست بدیم. یعنی ممکنه که یکی برنده بزرگتری باشه ولی در مجموع اون صنعت یا کل رقبا منفعتشون با اون حالا برنده به علاوه بازنده ها کمتر باشه. اون نقطه‌ای که
حالا یه جورایی میشه گفت همه تا یه حدی برنده هن و دیگه برنده تر از اون برای همه امکان نداره، بهش میگن تعادل نش. خب اینجا من اومدم حالا یه شکلی رو کشیدم. فرض کنید که شرکت ما و یک رقیب دارن هر کدوم یه سری استراتژی ها رو دنبال میکنن. مثلا استراتژی A برای رقیب و استراتژی A برای ما، استراتژی B برای ما و رقیب. یه حالتی وجود داره که میگه مثلا فرض کنید من استراتژی A این هست که همه رو شکست بدی، استراتژی B اینه که صلح بکنی. حالا توضیح میدم که اینا چه جوری تعیین میشه. اگر که هر دو رقیب استراتژی A رو دنبال بکنن که بخوان همدیگر رو شکست بدن، مثلا جفتشون در نهایت بازنده خواهند بود. اگه یکی استراتژی A رو انتخاب بکنه و اون یکی استراتژی B رو، یه برنده و یه بازنده خواهیم داشت. و یه حالتی هست که هر دوتا استراتژی B رو انتخاب بکنن که در اون حالت هر دو میتونن برنده باشن. یه مثال معروف داره توی بحث حالا گیم تئوری، اسمش چالش حالا زندان یا زندانی یا مثلا دوراهی زندانیه. مثلا این میاد میگه که یه مسئله رو مطرح میکنه که مثال اصلی حالا این مثال متداول گیم تئوریه. میاد میگه که فرض کنیم دو تا خلافکار زندان دستگیر میشن، بعد اینا هر کدوم میرن جداگانه توی بازجویی. شرایطی وجود داره که مدرکی علیه اینا وجود نداره و بازپرس میخواد از اینها اعتراف بگیره. یه حالتی وجود داره، یعنی دو تا استراتژی وجود داره. یه استراتژی اینه که اون کسی که داره بازپرسی میشه بگه که اعتراف بکنه، بگه که این خلاف رو مثلا انجام شده ولی همدست من انجام داد، یعنی همدستش رو بفروشه اصطلاحاً. یه حالت دیگه وجود داره که هیچ اعترافی نکنه و هر دوتاشون ساکت باشن. توی حالت حالا اینجا 4 در حقیقت مدل پیش میاد. یکی اینکه حالا زندانی اول اعتراف کنه، دومی اعتراف نکنه. یکی اینکه زندانی دوم اعتراف کنه، اولی اعتراف نکنه. و یکی اینکه هر دو تا زندانی اعتراف کنن و اینکه و نفر دیگر رو بخوان متهم کنن، و یکی اینکه هیچ کدومشون اعتراف نکنن. اینجوری میگه که خب هر کدوم از زندانیا میگن که اگه من اعتراف بکنم عفو میشم و نفر بعدی به 10 سال زندان محکوم میشه. در این حالتیه که توی گیم تئوری میگه که هیچ وقت به وجود نمیاد. یعنی بیشترین احتمالی که وجود داره که به وجود بیاد، اتفاق بیفته، اینه که هر دو زندانی اعتراف بکنن، که وقتی هر دو زندانی اعتراف میکنن جفتشون میندازن زندان و در حقیقت بازنده ترین حالته. برنده ترین حالت چیه؟ اینه که هیچ کدومشون اعتراف نکنن و خب حالا فقط به خاطر اینکه حالا توی هیچ مدرکی علیهشون نیست، اینجا یه بازه خیلی کوتاهی توی زندان باشن و بعدش هم آزاد بشن. امیدوارم که حالا این مثال براتون ملموس بوده باشه به اندازه کافی. حالا کلا خب این که توی یه حالت 2 تا رقیب و 2 تا انتخاب بود، حالت واقعی و ریاضیاتیش به چه صورته؟ هر کدوم از بازیگرا توی بازی میتونن یه تعداد n تا استراتژی داشته باشن. برای مثال یه شرکتی ممکنه بگه که من میتونم مثلا حالا قیمتامو
پایین بیارم، میتونم محصولات جدیدی ارائه بدم، میتونم قیمت هامو بالا ببرم یا رو هم قیمت نگه دارم، میتونم با یه شرکت دیگه همکاری کنم و استراتژی‌های مختلف که هر کدوم بازخوردها و بازگشت سرمایه و حالا سود مختلفی داره. پس این هر شرکتی برای خودش یه تعدادی استراتژی داره. حالا تمام مجموعه استراتژی ها وقتی که در کنار هم جمع بشه به این صورت میشه که ما مثلا میگیم که اگر شرکت خودمون استراتژی 1 رو انتخاب بکنه، همه شرکت های دیگه هم مثلا استراتژی 1 خودشون رو انتخاب بکنن. یعنی اینجا داریم فرض میکنیم بر اساس حالا اون توضیحاتی که دادم که شناسایی میکنیم هر شرکتی یا چه استراتژیایی داره و اینها، وارد اون موضوع میشیم. بعد میگه که بر اینها همه مجموعه استراتژی ها مثلا میشه گروه 1 استراتژی. بعد همینجوری استراتژی های 2 رو هر کی اگه انتخاب کنه، یکی 2 رو انتخاب کنه، یکی 3 رو انتخاب کنه، یکی 1 رو انتخاب کنه، اینها در مقابلش چه تأثیری روی استراتژی ما میذاره و ما کدوم استراتژی رو انتخاب میکنیم و اینا. توی ذهنتون یه ماتریس خیلی بزرگی از تمام استراتژی ها رو تصور کنید که همه رقبا میتونن داشته باشن. این استراتژی ها هر کدومشون یه برایندی دارن که اون برایند سودی هستش که از انتخاب اون استراتژی به اون شرکت میرسه. یعنی چی؟ یعنی این که من انتظار دارم که اگر که حالا یه فعالیتی رو انجام بدم، یه استراتژی رو انتخاب بکنم، بر اساس حالا یه احتمالی، حالا احتمال انتخاب اون استراتژی، بر اساس یه احتمالی اون استراتژی مثلا به من انقدر سود برسونه، حالا چه سود ریالیه چه موارد دیگر، چون این به هر حال گیم تئوری فضای بزرگتری از حالا کسب و کارا رو شامل میشه. مثالی هم که حالا براش خواهم زد توی کسب و کار نیست. پس هر کدوم از استراتژی ها یه تابع سودمندی دارن یا یه تابع یوتیلیتی دارن، اصطلاحاً یوتیلیتی فانکشن، که ما دنبال این هستیم که یه حالتی، یه مجموعه ای از استراتژی ها رو پیدا بکنیم، استراتژی ما و استراتژی بقیه، که توی اون مجموعه استراتژی ها سود همه حد اکثر بشه و کل مارکت به حد اکثر سوددهی برسن، رفاه کلی بیشترین یعنی سطح رو داشته باشه، که اون میشه تعادل نش که این پایین آوردم. میگه تابع سودمندی برای استراتژی حالا مثلا اون استراتژی استار، حالا یکی از اون استراتژی ها در اون مجموعه ای که حالا مثلا شرکت 1 استراتژی 2 رو انتخاب کرده، شرکت 2 استراتژی 1 رو انتخاب کرده و غیره، به صورتیه که مجموع سودایی که جمع میشه از هر حالت دیگه تو هر استراتژی دیگه‌ای بیشتره و این حالتیه که بر اساس گیم تئوری میاد میگه که احتمالاً همه شرکت ها این رو انتخاب میکنن. یعنی شما این با استفاده از این ابزار، چون فرض بر اینه که حالا همه شرکت ها به صورت منطقی برخورد میکنن، میگه که منطقی ترین آپشن اینه که این تابع سود رو یا تابع سودمندی رو همه در تلاش باشن برای اینکه حد اکثر بکنن و کاربردش در حقیقت اینه که شما بتونید استراتژی خودتون و رقبا رو با هم به یه تعادلی، به تعادل نش در حقیقت برسونین. حالا که
اونجا بشه گفت که حالتی بهینه تر از اون برای هیچ کس ممکن نیست. حالا انواع گیم ها رو هم من تو این مورد مثال بزنم براتون. یه سری از گیم ها زیرو سام هست، یعنی مجموعش صفره، یعنی اگر که من ببرم شما باختی و اگه شما ببری من باختم. یه سری گیم ها هست که بهش میگن نان زیرو سام گیم، یعنی مجموع این گیم صفر نمیشه، برایندش صفر نیست، هر دو طرف میتونن برنده باشن. توی یه سری از حالا تعادل های نش بهش میگن تعادل نش حالا ستریکت یا محکم. این تعادل اینجوریه که شما تنها یک استراتژی هست که باعث میشه که شما موفق بشین و از همه بیشتر یوتیلیتیش یا سودمندیش براتون بیشتره و تمام استراتژی‌های دیگه سودمندی کمتری براتون دارن. در صورتی که توی بعضی از بازی‌ها شما 3-4 تا از استراتژی‌های مختلفی که انتخاب می‌کنین ممکنه که براتون سودمندی یکسانی داشته باشه، یعنی بعدش که محاسبه می‌کنین عددش یکی بشه. یه روش دیگه هم هست توی حالا بحث تعادل نش که حالا این مدل پیشرفتشه، CPNE بهش میگن، که اینجاست که حتی بازیکن‌ها اگر که با هم مشورت هم بکنن، یعنی فرض کنید که یه عده‌ای دارن مثلا کارت بازی میکنن و روباز بازی میکنن، همه دستای همدیگر رو میبینن، میگه که یه نوعی از بازی هست که یعنی یه نوعی از تعادل هست که حتی اگه همه حق مشورت و حالا دیدن تمام استراتژی‌ها و انتخاب‌های همدیگر رو هم داشته باشن، باز به یه تعادلی میشه رسید که از اون تعادل دیگه بهتر گزینه‌ای وجود نباشه. یه مثال براتون میزنم اینجا آوردم. توی بازی سنگ کاغذ قیچی ما میدونیم که خب اگر که من مثلا سنگ بیارم، طرف مقابلم هم سنگ بیاره، خب هیچ امتیازی به هیچکی تعلق نمیگیره. اگر که من سنگ بیارم، طرف مقابل کاغذ بیاره، من بازنده میشم. اگر من سنگ بیارم، طرف مقابل قیچی بیاره، من برنده میشم و همینطوری ادامه پیدا میکنه. حالا جدول سمت راست رو نگاه کنین به علاوه ماتریس هایی که سمت چپ هست. مثلا اومدم یه سری ماتریس بر همین اساس تعریف کردم. ببینید مثلا برای پلیر 1 اومدم گفتم که اگر که توی جایگاه 1-1 ماتریس اومدم گفتم که هر دو نفر سنگ میارن، پس امتیازها 0 میشه. توی جایگاه 1-2 اومدم گفتم که نفر اول سنگ میاره، نفر دوم اگر که کاغذ بیاره امتیاز نفر اول -1 میشه. و به همین ترتیب مثلا نفر دوم خب برعکس این میشه دیگه، یعنی اگه نفر اول -1 بشه نفر دوم +1 میشه. این همینطور که میبینید یه بازی زیرو سام هستش، -1 به علاوه +1 دوباره میشه 0. برایند این بازی 0. و اومدم احتمالهای هر استراتژی رو گذاشتم که میگم هر نفر در هر لحظه احتمال داره 3 تا انتخاب بکنه دیگه، یا سنگ و یا کاغذ و یا قیچی، پس احتمال هر استراتژی 33%. حالا مثالهای دیگه هم هست، مثلا بگیم اگر که یه نفر استراتژیش فقط این بود که قیچی بیاره، مثلا طرف مقابل رندوم باشه، اون چجوری میشه؟ یا مثلا اگر یکی دیگه باشه، مثلا یکی سنگ بیاره، اون یکی فقط کاغذ و قیچی بیاره، اون چجوری میشه؟ مثلا چه حالتی براش پیش میاد؟ یا سنگ و کاغذ فقط بیاره، اونجا دیگه احتمالها با هم متفاوت میشه و خب طبیعتا نیازمند محاسبه احتمالات دقیق تری هست به صورت آماری و ریاضی. حالا
این دوتا ماتریس رو توی هم ضرب کردم. ببینید در حالتی مجموع بردن، یعنی مجموع امتیازها و تعادل نشر برقرار هست که هر دو طرف بتونن، یعنی هر دو طرف یه استراتژی مشابه انتخاب کنن، یا هر دو سنگ بیارن یا کاغذ بیارن یا قیچی. به خاطر اینکه در این حالت فقط که هر دو طرف هیچی از دست نمیدن، یعنی در حالتیه که نمیتونه بگه که اگر که من استراتژیمو تغییر بدم اینجوری میشه که هم من بیشتر میبرم هم رقیبم، و این برای اینکه اگر اون بیشتر ببره رقیبش قطعا بیشتر باخته. و میبینید که اون قطر اصلی ماتریس نشون دهنده اینه که حالا 66 شده و قطر فرعی منفی 33 بوده هر کدوم امتیازشون. حالا اینا که خب محاسبهش توی فضای بیزنس و اینا خیلی کار پیچیده‌ایه و از اینجور حرفا. حالا چی کار بکنیم؟ یه لایبرری توی پایتون هست به نام نش پای که این لایبرری به صورت کامل با استفاده از اون میتونید گیم تیوری رو پیاده سازی بکنید. حالا البته خب اینجوری نیست که یه دکمه بزنید مثلا همه کارا رو خودش بکنه، طبیعتا مثل بقیه حالا کارهای دیگه که توی دیتا ساینس و اینا انجام میشه اینم احتیاج داره که شما خودتون دانش ریاضی و حالا آماری این موضوع رو داشته باشین، ولی خب یه تیوتوریال خیلی خوبی هم داره و میتونید ازش استفاده بکنید و روی حالا پایتون 3.5 به بالا با حالا لایبرری نامپای 1.2 به بالا و یه چند تا ریکوایرمنت دیگه که همشون قابل نصب هست روی پایتون میتونید از اون استفاده بکنید. حالا مدلش هم میبینید مثلا همین گیمی که من توضیح دادم بهتون رو اینجوری میشه تعریف کرد توشو و ازش بخواین که ران بکنه و حالا احتمالات مختلف و انواع و اقسام حالا فرمولایی که توی اون چیز وجود داره. خب اینجا موارد مربوط به این جلسه هم تموم شد. من حالا به خاطر اینکه توی این جلسه توضیحات بیشتری رو داده بودم، به خاطر همین بود که خب از اون ور زمان بیشتری رو هم برد. خیلی متشکرم از اینکه حالا توجه کردین و اگر که سوالی دارین من در خدمتتون هستم. خب فکر می‌کنم که سوال یا موضوعی نیست. اگر که موضوعی وجود نداره دیگه میتونیم که حالا جلسه رو تمامش بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم.